بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز داستانی از یکی از صحابیات با هم میخوایم بخونیم، صحابیه بزرگواری که چی بگم، ببینیم در چند جلسه میتونیم مختصر نگاهی به زندگی این صحابیه داشته باشیم. داستان رو از دست ندید، داستان خیلی مهمیه. این صحابیه اسمش ام عماره هست، نسیبه بنت کعب. نسیبه بنت کعب هم خوندن، ولی غالبا عرب با تصغیر دوست داره. نسیبه بنت کعب رضی الله عنها، کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون فضایل زیادی رو نقل کرده. بذاریم در خود داستان بشنویم، ببینیم که داستان ایشون چگونه هست و چه خواهد شد. این داستان اینقدر شیرینه، اینقدر در انسان علاقه ایجاد میکنه، چرا که اینها داستانهای واقعی از لحظات واقعی از ایمان و روح و حرکت هست و میتونه به ما درس بده، به ما آموزش بده. و اگر ما واقعا این علاقه رو داشته باشیم و این ایمان در ما باشه، میتونیم از خیلی از این موارد نکته بگیریم. وقتی که ما از یک مادر نمونه میخوایم صحبت بکنیم، خب میتونیم از نسیبه صحبت کنیم یا نسیبه، فرق نمیکنه. وقتی که از یک همسر وفادار میتونیم صحبت بکنیم، میتونیم اسم نسیبه یا نسیبه رو در رأس اول اسامی خودمون داشته باشیم. وقتی که از یکی از گروه‌های اولی که در اسلام سبقت دارن در ایمان سخن میگیم، میتونیم از نسیبه صحبت کنیم و نسیبه صحبت بکنیم. وقتی که از جهاد داریم صحبت میکنیم، میتونیم در بین انگشت شمار مجاهدان سرشماری که در تاریخ اسلام داریم که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم دفاع کردن، افراد ویژه و خاص، میتونیم از نسیبه صحبت کنیم. وقتی که از عبادت، وقتی که از نماز روزه صحبت میکنیم، میتونیم از نسیبه صحبت بکنیم. وقتی که از حدیث و علم و دانش صحبت میکنیم و روایت حدیث، میتونیم از نسیبه صحبت بکنیم. کدوم زنه، چه زنیه که این همه فضایل و مناقب و شأن و منزلت رو تونسته باشه در خودش جمع کرده باشه؟ ولی این نسیبه هست. هیچ شکی در این نکنید که امروز ما میخوایم یک چنین داستانی رو با هم بخونیم یا یادآوری کنیم از این صحابی بزرگوار، صحابی که امام ابو نعیم اصفهانی در مورد ایشون نقل میکنه که ام عماره المبایع بالعقبه، کسی که در عقبه با پیامبر بیعت کرده، المحارب عن الرجال و شیبه، کسی که جنگیده در میدان جنگ، مثل مردان جنگیده و از پیامبر دفاع کرده. کان ذا جد و اجتهاد، آدم جنگجو تلاشگری بوده، این گونه نبوده. اهل روزه بوده و صوم و نسک و اعتماد، اهل روزه بوده، اهل نماز بوده، اهل اعتماد و اهل بالاخره همه این مواردی بوده که وجود داشته باشه، در موردش میشه نقل کرد. یا امام شمس الدین ذهبی وقتی که میخواد صحابه اینشون رو به عنوان یکی از اصحاب برای ما معرفی بکنه، نقل میکنه الفاضله، المجاهده، الانصاریه، الخزرجیه، النجاریه، المازنیه، المدنیه. این فضایل ایشون رو برای ما این گونه به تصویر میکشه و به نمایش میذاره و ایشون هم جزو همون صحابی هست، جزو همون انصاری که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، پیامبر و مهاجرین رو بر خودشون ترجیح میدادن هرچند که خودشون در سختی باشن. و ایشون از قبیله بنی نجار هست، دایای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و همون جایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در سرزمین اونها به مدینه هجرت کرد. این نسیبه دختر کعب در زندگی خودش صفحات، یعنی تاریخ‌ها، تصاویر قهرمانانه زیادی رو برای ما به جای گذاشته که هر تصویری رو که ما می‌خوایم نگاه بکنیم یک نشانی است، یک علامتی است، یک مدالی است از شجاعت این زن، از ایمان این زن، از مجاهده این زن، از رفتارهایی که داشته تا لحظه‌ای که ایشون از این دنیا رفت. همه لحظه به لحظه زندگی ایشون خیر و برکت بوده. در تاریخ در بیعت عقبه اولا نقل شده که 2 زن در اونجا بودن. نگاه کنید، میگه بیشتر مورخین و کسانی کتاب‌های تراجم و سیر اینها رو نوشتند و غزوات پیامبران، میگه انصار وقتی که در بیعت عقبه ثانیه حاضر شدن 73 مرد بودن و 2 زن بودن. دقت کنید، 73 رجلا و امرأتان، 73 مرد و 2 زن. من نگاه کنید این داستان‌ها رو وقتی می‌بینیم، حضور زنان رو
در صدر اسلام کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گام به گام لحظه به لحظه متوجه میشید که ما مسلمانان چقدر دچار تخلف شدیم، چقدر نگاه متاسفانه مسلمانان نسبت به حقوق زن، نسبت به جایگاه زن در جامعه پایمال شده و زن رو فقط چی بگم، هیچی نمیگم بهتره. بله ایشون نقل میشه که وقتی که در تاریخ نقل میکنن وقتی مورخین فلان 2 زن وجود داشتن و این 2 زن که ما میخوایم بگیم یکیشون در همین داستان امروز ما هست، ام عماره نصیبه دختر کعب مازنیه نجاریه هست و دیگه ام منی اسما بنت عمرو سلیمیه هست. حالا این 2 مورد در نقل شده در اینجا و اون چه که اینجا میخواد نقل بشه، حالا در روایات موارد دیگه هم شاید نقل شده باشه اما یک موردی بود که اینجا نقل مطرح شده. میگن در اون شب مبارک، نکته اینجاست، در اون شب مبارک در بیعت عقبه ثانیه که خداوند این جمع رو بهشون اسلام رو داده بود در مدینه توسط مصعب ابن عمیر، مسلمان شده بودن، نماینده پیامبر و اومده بودن اونجا که در پیامبر بیعت بکنن و اون سخنان بالاخره تاریخی خودشون رو در اونجا مطرح کردن و اینها شاگردان رسول اولیه پیامبر و بعد شاگردان خود پیامبر هستند و با صداقت اومدن در اونجا بیعت بکنن. در اون شب خب انصار اومدند و با پیامبر بیعت کردند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم برای این آیات از قرآن رو خوند و اینها رو به سوی خدا دعوت کرد، به اسلام ترغیب کرد و گفتش که ابایعکم ان تمنعوننی مما تمنعون من نسائکم و ابنائکم، من با شما بیعت میکنم حالا که شما اومدید اینجا اهل مدینه، این همین 73 نفر و 2 تا زن، با شما بیعت میکنم به این شرط که مانع من بشید، از من حفاظت کنید، من رو حمایت کنید همان گونه که از زنانتون و فرزندانتون حمایت میکنید. یعنی یک حمایت واقعی و 100% و صمیمانه. انصار در اون شب همه گفتن لبیک یا رسول الله و اومدن یکی یکی با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کردن. اما ببینیم بیعت ام عماره با رسول خدا صلی الله علیه و سلم چگونه بود. یک زن میخواد با پیامبر بیعت کنه. تاریخ نقل شده که در اونجا ام عماره هم اومد برای بیعت با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و ایشون خود ام عماره میگه شهید تو عقد النبی صلی الله علیه و سلم، ما اونجا شاهد بودیم در اون پیمان و در اون قراردادی که بود و البیعت التی اللیله العقبه و اون بیعتی که در اون شب عقبه بود. بایعت تلک اللیل مع القوم، من هم در اون شب با این مردم با پیامبر بیعت کردم. اما بیعت ام عماره چگونه است؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم که با زنان دست نمیداده. خب نکته رو داشته باشید، ام عماره خودش تعریف میکنه که صفت بیعت ایشون چگونه بود. میگه مردها اومدن تصفق علی ید رسول صلی الله علیه و سلم لیله العقبه، میگرفتن و دست پیامبر رو بیعت میکردن. ول عباس عم النبی صلی الله علیه و سلم آخذ بید رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه عباس هم که دست پیامبر رو گرفته بود. فلما بقیت انا و ام منی یا منی نادا زوجی قضیت ابن عمرو، میگه شوهر من صدا زد که یا رسول الله هاتان امرأتان حضرتا معنا، این 2 تا زن هم در این جلسه اومدن با ما همراهن در این سفر، یبایعنک و میخوان با شما چیکار کنن؟ بیعت کنن. فقال پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود قد بایعتهما، من با این 2 تا بیعت کردم، علی ما بایعتکم علیه، بر اون چه که با اونها بیعت کردم، با این تفاوت که انی لا اصافح النساء، من با زنها دست نمیدم، مصافحه نمی کنم، اینطوری که دست میدادن دست همدیگر رو میگرفتن. در هر صورت انصار از عقبه به مدینه بازگشتن و ام عماره در انتشار اسلام بین زنان مسلمان کوشا و فعال بود و خب این ایمان هم در مورد فرزندانش 2 تا پسرش، هم در مورد شوهرش و هم قومش بالاخره منتشر شده بود و ایشون هم جزو زنان و داعیانی بود که در مسیر اسلام داشت دعوت میکرد. ببینیم خانواده ایشون چجوریه. ام عماره خب میدونید همسر زید ابن عاصم مازنی نجاریه، براش 2 تا فرزند به دنیا آورد. برای کی؟ زید ابن عاصم، یکی عبدالله و حبیب. پس از زید ابن عاصم 2 فرزند داره، عبدالله و حبیب. هر دوی اینها هم صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هستند. بعد از این جریان قضیت ابن عمرو مازنی همسر ایشون میشه، یعنی بالاخره
از همسر اولش زید ابن عاصم 2 تا فرزند داره، میمیره. بعد با قضیت ابن عمرو مازنی ازدواج میکنه که همین قضیه باش در این جنگ در بیعت عقبه باش همراه هست و برای ایشون خوله رو به دنیا میاره. یعنی پس یک دختر داره به نام خوله که از این قضیت ابن عمرو مازنی هست و 2 پسرم داره به نام عبدالله و حبیب که از زید ابن عاصم مازنی هست. و خب این خانواده دارای مقام و منزلت بزرگی در تاریخ اسلام هستند، از قربانی دادن، جهاد کردن و تلاش کردن، به گونه‌ای که ما اگر بخوایم این تصاویر و لحظات رو برای خودمون باز کنیم، هر کدوم از اینها میتونه تصاویری واضح و روشن باشه. لحظه‌ای رو تصور بکنید، صدر اسلام هست، پیامبر الهی صلی الله علیه وسلم در مکه در شرایط بسیار سخت، سهمگین، دشمنان هر لحظه ممکنه ایشون رو ترور کنن، بکشن. بسیاری از شاگردان ایشون در حبشه هستن، شرایط سنگین، دنبال مکانی میگردن برای اینکه بتونن امنیت داشته باشن و هجرت کنن. خب جمعی در مدینه ایمان آوردن و اینها اومدن با پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بیعت میکنن. 73 مرد از انصار، از سابقین اولین و 2 زن که یکی از این زنها نصیبه هست، قهرمان داستان ما. تا اینجا داستان رو داشته باشید، ادامه داستان رو در جلسه بعد خدمتتون خواهم گفت. خدایا رو نگهدارتون.